یاران و یاوران جوکر، دوست و طرفدارای سیر تا خیار کانال 13، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که توپ باشین. آقا بیاین که با یه قسمت جدید سیر تا خیار خانمای جوکری اومدم و میخوام یه سرکی توی زندگی خصوصی چند تاشون بکنم. سرک که میگم خودتون میدونید دیگه، یعنی رسما کار ما فضولی و غیبت. اصلا عادت نداریم سرمون تولاک خودمون باشه. باید سرمون همش تو زندگی اینو کنیم. آقا تو این ویدیو درباره ارتباط خصوصی یکی از پلیرهای جوکر با آقای بازیگر هم میخوام بگم. پس اون دوستی که علاقه به این سوژه ها نداره همین الان بره یه ویدیو دیگه رو ببینه. مرسی. آقا اسم این برنامه سیر تا خیاره، با یکم چاشنی سلبریتی نیوز و خال زنکی و غیبت اشد من الزنا. حالا شما هر چی دوست داری صداش کن، اما برای اینکه بقیه ویدیوها رو ببینی کافیه بری تو پلیلیست سیر تا خیار که برای 3 نفر دیگه از شرکت کننده جوکر بانو هم ویدیو زدم و اونم اگه ندیدین انتهای این ویدیو لینکشو میذارم که میتونید ببینید. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ نرگس محمدی، سوسن پرور و متین خانم ستوده. اما قبلش راجع به یه موضوع میخوام غر بزنم که حسابی شاکی ام و وظیفه خودم میدونم که به عنوان یه رسانه از این موضوع ساده نگذرم و با زبون خودم به این موضوع اعتراض کنم. داداش من، شما یه ذره کافور بخور، اینجوری شاید ریلکس شی، اصلا گرمی نخور. نمیدونم، یه فکری به حال خودت بکن. دیدین که این هفته دوباره جوکر پخش نشد و اطلاع دادن به علت ایام عزاداری ماه صفر جوکر پخش نمیشه و اول ربیع الاول که پنجشنبه است پخش میشه و از هفته بعدش دوباره همون چهارشنبه، یعنی جوکر این 2 هفته پخش نمیشه. ولی من رقم فکر میکنم 40 و ایام عزاداری که هفته بعده. پس الکی ما رو با این چیزا سیاه نکنید که ای جوکر بانوان تایمش رو عوض میکنید. یعنی دلیلش ایام عزاداری نبود و نیست، دلیلش همون ممیزی و گیریه که به این بدبختا میدن. حالا روی صحبت من با اون بابای تصمیم گیرنده است، روی صحبت من با یه سری رسانه های مثل خبرگزاری فارس. واسه همینه که میگم داداش من کافور بزن شاید درست بشه. خبرگزاری فارس توی مقاله بلند بالا جوکر بانوان رو نقد کرده. فقط من یه تیکشو براتون میخونم خودتون تا تهش برید. همچنین خنده های بلند دست جمعی زنان و حرکات بدن آنها در قسمت خنده آزاد جوکر در جلوی دوربین که به طبع نگاه هزاران بیننده را به دنبال دارد جای بسی تأمل است، زیرا در فرهنگ غنی ایران زن سمبل وقار و متانت است و در برابر چشمان مردان این حرکات به دور از شأن زنان است. یعنی اگه به امثال اینجور آدما باشه میگن که خانوما اصلا نخندن که هیچ، لال بشن، حرف نزنن، بمیرن. من نمیدونم چی باید بگم واقعا، ولی واقعا شورشو در آوردید دیگه. اون یارو میخنده میگید خندید، بعد خندید، اروتیک خندید، اصلا نمیدونم چی بگم. بگذاریم، ما بیشتر از این از دستم بر نمیاد. فقط میتونم آرزوهای خوب بکنم برای خانمای هموطنم. اما بس جدی شد، گوشهای منم داغ کرد. بگذاریم بریم سراغ اولین نفر، یعنی خانم نرگس محمدی، کراش باباها، تیپ و استایلی که باباها میپسندیدن. آقا ستایشو فقط به خاطر کراش روی نرگس میدیدن. نرگس 9 فروردین سال 64 توی تهران چشماش به دنیا باز شد. رشته پرستاری خونده اما حتی بلد نیست آمپول بزنه و تو زمینه پرستاری فعالیت نمیکنه. نرگس جان اگه این ویدیو رو میبینی کاری نداره، ماتحت علی جان رو تقسیم بر 4 کن. البته یه لپشو منظورمه، 1/4 رو به بالا بزن خلاص. اگه زنده مون پرستاری، اگه نمون که همون بازیگری ادامه بده. نرگس یه خواهر برادر دوقلو داره و مامانش کارمند صدا و سیما بوده، به خاطر همین با محیط هنری آشنا بوده و اینجوری میشه که به بازیگری هم علاقه‌مند میشه. اما خانواده اصرار داشته که بیا برو دکتر شو و نرگس هم آخرش پرستاری میخونه. نرگس محمدی تو برنامه مهران مدیری گفته بود که ازدواج نکردم. دلیلش هم اینجوری توضیح داد که تا 24-25 سالگی خواستگار داشتم اما یهو قطع شد. همین میشه که علیوجی میبینه یه گزینه روی میز داره و سری مخشو میزنه. علیوجی میگه که اگه با من ازدواج کنی تا 60 سالگی میخندونمت. حالا چرا 60 سالگی نمیدونم، ولی کلا عروس خانمم با همین جمله بله رو میگه. البته حالا به خاطر خندیدن بوده یا به خاطر قطعی خواستگار، بالاخره به علی خان بله رو میگه. اما نرگس چجوری وارد بازیگری شد؟ نرگس محمدی تو دانشجویی که پرستاری میخون همزمان دوره‌های بازیگری هم میبینه. بعد از یه مدتی برای بازی تو فیلم مرگ یک پینوکیو معرفی میشه. بعدش هم یه سالی کار تئاتر میکنه تا میتونه جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره ماه حوزه هنری رو بگیره. اما اولین تجربه جدی زندگی هنری نرگس برمیگرده به کار ریسمان. بعد از اونم تو کار اخراجی و سوپر استار هم یه نقشه کوتاهی رو بهش میدن که بازی کنه. اما تو سال 89 با سریال ستایش همونطور که گفتم کراش هرچی مرده، هرچی راننده جاده است و اصلا همه باباها شد. یه جوری که شبا بابا از گرفتن مامان پشیمون میشدن با دیدن ستایش. نرگس محمدی تو خائنکشی و پدر گواردیولا و 2 تا کار دیگه با همسری یا همون همسر جان علی اوجی هم بازی بوده. خلاصه با آقای بازی هم کرده، بازی فیلم و سریال منظورمه. نرگس تو کارهای دیگه‌ای هم مثل شاید برای شما
اتفاق بیفتد، معمای شاه و چند تا کار دیگه هم بازی کرده. میدونم که میدونید خیلی دنبال کارهای هنری نیستیم، اومدیم خاله زنکی کنیم و زندگی شخصیشون رو شخم بزنیم، مثلا کاری به داستان و فیلم و اینا نداریم، حالا اشاره می‌کنیم. اما جا داره بگم که نرگس سال 95 برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره تئاتر فجر هم شده. چیز دیگه‌ای درباره نرگس محمدی نیست، اما باید بگم که تو سال 1400 برادرزاده 2 سالش رو از دست میده که یه جورایی بدترین اتفاق زندگیش بوده، چون وابستگی خیلی زیادی بهش داشت. درباره حضور نرگس تو جوکرم که قبلا صحبت کردم، اما به نظرم رئالیتی شو واسه نرگس در همین حد کافیه. امیدوارم نرگس محمدی سمت بازی‌های مافیایی نیاد که خودتون دلیلشو میدونید دیگه، قاعدتاً حجم آیکیویی که توی جوکر ازش دیدیم هم سمت بازی مافیا نیاد که ما باید هر قسمت یه مسعود صادقلوی دیگه‌ای هم داشته باشیم. اما نفر بعدی سوسن خانم پروره. سوسن خانم مبروکمون یه تئاتری خفنه که کارنامه درخشانی هم داره. سوسن خانم 30 دی 54 توی عراق تولید شد، اما قاعدتاً تاریخ اصلی تولید برمیگرده به چند ماه قبلش. سوسن خانم لیسانس ادبیات نمایشی و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر داره. بابا دمش گرم. مامان سوسن فرهنگی بازنشسته است و پدرش هم متاسفانه فوت کرده و کلا 2 تا خواهر داره. سوسن خانم مجرده و هنوز کسی از میان همه خوبان برنگزیده. یه دوره‌ای هم یه شایعه‌ای برای سوسن خانم درست شد که یه بیماری سخت داره، اونم به خاطر عکسی که با موهای تراشیده ازش پخش شده بود. اما ماجرا از این قراره که یکی از دوستاش سرطان داشته و برای حمایت از دوستش این کارو کرده. پس سوسن خانم خیلی هم لوتی و دمش گرم. شاید ما سوسن رو با بزنگاه عطاران بشناسیم، اما باید بگم از 15 سال قبل از شروع سریال بزنگاه از زمان دانشگاه سوسن خانم تئاتر کار می‌کرده. یه جورایی سوسن پرور جزء رکورددارای بازی تو فیلم و سریال‌های کمدی بین خانوما، از بس که تو کارهای کمدی بازی کرده. کارهای کمدی مثل بزنگاه، خنده بازار، دزد و پلیس، نیسان آبی، خیلی کارهای کمدی دیگه و حتی کارهای جدی. سوسن علاوه بر بازیگری و بازی در تئاتر تجربه 4 تا کارگردانی تئاتر هم داشته. چند تا هم نویسندگی کرد. سوسن خانم چند تا جایزه و افتخار هم کسب کرده، چه از جشنواره‌های داخلی چه از جشنواره‌های خارجی. الانم جدا از جوکر که داریم میبینیم تو سریال تخیلی غربت هم بازی کرده که اصلا سمت تحلیلش هم نرفتم، از بس این سریال با قسمت اول دلمو زد، یعنی من یه نصف قسمت دیدم دیگه بقیه‌شو ندیدم. خلاصه سوسن هم از کمدین‌های خفنه هم از تئاتری‌های خوب کشورمون و انصافا کارش هم خیلی درسته. اما بریم سراغ متین خانم ستوده. اول باید یه تبریک درجه 1 به پزشک خانم ستوده بگم. متین جان اگه این ویدیو رو می‌بینی پزشک زیبایی تو معرفی کن که انصافا کارش درسته. جدی میگم، یعنی برای اولین بار خیلی دارم جدی صحبت میکنم، خیلی دارم جدی میگم. خب متین از اون متین لیسانس ها تبدیل شده به متین الان. خلاصه خانم اگر جراحی زیبایی هم میکنید در همین حد باشه و مورد قبول، یعنی اوکی، واقعا خیلی درجه 1 جراحی کرده. ببین چی بوده چی شده. متین جان با نام کامل متین السادات ستوده متولد 22 اردیبهشت 64 توی تهرانه. باهاش خانم مدیریت بازرگانی خونده، اما دوره‌های بازیگری رو توی کلاسه مرحوم امین طارق میگذرونه. متین یه برادر بزرگتر به اسم مانی داره و یه خواهر بزرگتر هم به اسم مریم. پدرش کارمند بازنشسته صدا و سیما بوده و مادرش هم معلم بازنشسته ابتدایی. باید بگم که متین اصالتا خرم آبادیه و از لورای عزیزمون حساب میشه. متین السادات به خاطر شغل پدرش از بچگی وارد حرفه بازیگری میشه و تو سریال بازنشستگی بازی میکنه. متین تو کارهای زیادی مثل زمانه حسن فتحی یا سدونگ شاهد احمدلو بازی کرده، اما با سریال یادآوری بیشتر دیده میشه و تو سریال میکائیل و فاخته و لیسانس هم بازی کرده. تو کارهای سینمایی هم مثل زرد، نرگس مست، خانه دیگری و ترمینال غرب هم ایفای نقش کرده. جا داره بگم که متین با 176 سانتی متر قد جزو بازیگرای قد بلند سینماست. متین ستوده 11 خرداد ماه سال 1400 در سن 36 سالگی با علی زندی ازدواج کرد. علی زندی سابقه بازیگری هم داشته، صاحب رستوران تهران پاریس هم هست. خلاصه هم بچه خوشگل هم بچه پولدار. متین و علی بعد از 2 سال به این نتیجه میرسن که به درد هم نمیخورن و کلا دارن فقط اعصاب همدیگه رو خورد میکنن و بالاخره از همدیگه جدا میشن. متین تو سال 401 گفت که دچار بیماری شده که همراه با حمله حاد شدید اضطراب با احساس مرگ، که خلاصه بخوام بهتون بگم همون پنیک اتک خودمونه که یه دوره‌ای درگیر پنیک اتک بوده. اما متین خانم بعد از علی زندی با یکی از بازیگرای سیبیل کلفت و صدا خشدار و خوشتیپ، یعنی کامران خان تفتی میره تو رل و اگه اینجا ایران نبود احتمالاً یه این رل توی بیوش میزد و کامران تفتی رو تگ میکرد. البته یه بابایی تو سوشال مدیا این خبر 4 ماه پیش رسانه‌ای کرد که معلوم نبود درسته یا نه، اما طبق تحقیقات میدانی و به عمل اومده خود من باید خدمتتون عرض کنم که بله این خبر صحت داره و کامران و متین با هم دیگه تو رابطه‌ان که اگه یه روز خبر برگزیدن از میان خوبان این دو هنرمندم شنیدین تعجب نکنید. این 2 نفر حتی بارها هم با هم دیگه دیده شدن و توی سینما کسی نیست که این خبر رو ندونه، یعنی از ارتباط این 2 نفر خبر نداشته باشه. خلاصه پیشاپیش تبریک میگم و آرزوی بهترین ها.
البته قبلا تو سال 94 سر کار میکائیل، یعنی تقریبا 10 سال پیش، متین و کامران با هم همبازی بودن. حالا چقدر با هم بازی میکردن من این فیلم رو ندیدم، اما یه سری شایعه هست که این دو نفر از اون موقع با هم تو رل بودن. ولی اینکه قدمت رابطهشون به اون موقع میرسه یا نه، یا بعد از طلاق با هم دیگه وصل شدن و این رل شدن و جی اف بی اف شدن، و نمیدونم، من به شخصه نمیدونم، ولی الان با هم دیگه در ارتباطن. خب بچه‌ها، به آخر یه سیرتاخیار دیگه رسیدیم. امیدوارم که راضی بوده باشین. حتما برام کامنت بذارین که کامنت شما کمک میکنه ویدیوها بیشتر دیده بشن. مرسی از حمایت همیشگیتون. لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار.